با سلام خدمت دوستان. میخوام امروز در مورد گرفتن اقامت با خرید ملک در ارمنستان صحبت کنم که آیا این امکان وجود داره که شخصی بیاد ملکی رو بخره و بتونه با خرید اون ملک اقامت کشور ارمنستان رو هم بگیره به همراه، که باید بگم خیر وجود نداره. در حال حاضر و در گذشته هم وجود نداشته. البته هستن سایت هایی که در خصوص این مورد نوشتن که میشه گرفت. سایت های شرکت های اقامتی هستن که نوشتن میشه گرفت، که این صحیح نیست، یا نمیدونم از چه منبعی نوشتن. اگر کسی غیر از این میدونه در این مورد تو کامنت ها برای من، برای ما، یعنی برای دوستان بنویسه که برای این امکان وجود داره و این منبعشه. من خودم شخصا صفحات رسمی وزارت امور خارجه ارمنستان رو خوندم. در این خصوص به زبان ارمنی در این خصوص چیزی نوشته نبود و همون در مورد اقامت فقط از طریق تحصیل، از طریق به اصطلاح شغل یا همون کار کردن، اشتغال به کار، سرمایه‌گذاری، ثبت شرکت وجود داره. حالا در ادامه برای دوستان توضیح میدم که اشخاصی که میخوان اقامت بگیرن در ارمنستان از طریق اشتغال به چه شکلی اقدام کنن. در ادامه همراه ما باشید. برای گرفتن اقامت در ارمنستان مختصر توضیح بدم، چون مرتبط با این موضوع خرید ملک، که دوستان میتونن برای اشتغال اقدام کنن، که البته میدونید اقامت ارمنستان برای مقیم ایرانی 90 روز رو بدون ویزا اجازه میدن که اقامت داشته باشید. بیشتر از اون باید ورود و خروج از کشور ارمنستان داشته باشید تا دوره 90 روز بتونید اقامت داشته باشید. دوستانی که بیشتر از اون 90 روز میخوان اقامت داشته باشن و ورود و خروج نخوره، اونا میتونن از طریق ثبت شرکت، که حالا پیشنهاد نمی‌کنم در ابتدای امر فقط به صرف اینکه اقامت داشته باشن بیان شرکت ثبت کنن. چون شامل هزینه‌های ماهیانه، هزینه خود ثبت شرکت هست، هزینه نگهداری حساب بانکی هست، چون بانک یه مبلغی رو چارج برای اتصالش به شرکت میگیره. اگر از این مبلغی کمتر باشه، از 300,000 درام در 6 ماه کمتر به اصطلاح ورود و خروج داشته باشه، گردش داشته باشه، مبلغی رو میگیره و ماهیانه هزینه ثابتی ثبت شرکت داره، که توصیه میکنم اشخاصی که میخوان به صرف اقامت بیان ثبت شرکت داشته باشن بیان فقط یه جایی استخدام بشن به عنوان کارمند اونجا، که هستن شرکتی که به صورت سوری میتونن کار رو برای شما انجام بدن که شامل هزینه کمتری نسبت به ثبت شرکت میشه. اگر به اصطلاح پیدا کردید اینطور بهتر. حالا در این خصوص اگر دوستان همکاری خواستن از ما، میتونن به ما مراجعه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.